خب افرادی که ترنس زن هستن، یعنی در واقع مرد به زن تبدیل میشن، برای رابطه خب نیاز به واژن دارن. در عملهای واژینوپلاستی روش‌های مختلف استفاده میشه. یکی از روش‌هایی که استفاده میشه استفاده از پوست خود کیسه بیضه و پوست خود آلت هست. این روش در واقع رایج هست. اگر سایز آلت خوب باشه، یعنی در موقع نبوز بالای 14 سانتی متر باشه، این روش عمقی تقریباً برابر 8 تا 10 سانتی متر در فرد ایجاد میکنه. خود واژن حس جنسی نداره، اما حس جنسی فرد از طریق خود کلیتوریسی که از طریق نوک آلت ایجاد شده به دست میاد و معمولاً هم این حس کامل و خوبی خواهد. حالا در افرادی که عمق واژن بیشتر میخوان یا آلتشون کوچیک هست، ما این سراغ روش‌های دیگه، مثلا استفاده از روده یا استفاده از سفاق که اصطلاحاً به روش سفاقی یا روش‌های ترکیبی گفته میشه که در این حالت عمق میره بین 15 تا 20 سانتی.